سلام. امشب میخوام بهتون یاد بدم که چجوری شیشه هایی که برچسب داره و کثیف شده رو تمیز و ضد عفونی کنین و ازش استفاده کنین. من شیشه های شفاف رو دوست دارم چون میخوام مشخص باشه که داخلش چی گذاشتم. برای همین شیشه هایی رو که خالی میشه رو دوباره استفاده میکنم، ولی خب چون برچسب داره و همونطور که میبینید خیلی هم کثیفی بهش هست، قاعدتا نمیشه استفاده کرد. حالا بهتون میگم که باید چیکار کنیم. اول از همه یه قابلمه بزرگ آب جوش بار میذاریم و بعد داخلش یکم مایع ظرفشویی میریزیم و شیشه ها رو دونه دونه میندازیم داخل آب. یه 10 دقیقه که گذشت واروش میکنیم، دوباره میذاریم که یه 10 دقیقه دیگه هم بجوشه. اصلا نگران نباشید، شیشه ها نمیتره که داخل آب و قشنگ تمام اون کثیفی ها برچسبا کنده میشه و تمیز میشه. بعد از آب درشون میارم، اینجوری میچینم اینجا تا آبش بره کامل. حالا اگه دوست داشتین میذارین دونه دونه آبش بره، وگرنه که با یه دستمال مال آشپزخونه خشک میکنین داخلشو و دوباره حبوبات و ادویه ها و اینا رو میریزین داخلش. همونطور که دیدین این شیشه ها رو من قبلا تمیز کردم و اینم نتیجه کار. نه برچسبی، نه کثیفی، نه لک و خیلی هم شفاف و براق و ضد عفونی شده. امیدوارم به کارتون بیاد و ازش استفاده کنید.